هل نحن في حالة كفاح مع حكام الغرب؟ آیا ما با حاکمان غرب در مبارزه سیاسی هستیم که قبلا بر ضد قریشی ها بود یا تنها با حاکمان کنونی مسلمانان که گماشته های غرب هستند؟ ما از جهت سیاسی با آنهایی که سرزمین ما را زیر نظارت دارند مبارزه میبریم. با آنهایی که گگمانیا دارند مقابل میبرویم و این گگمانیا البته در دست حاکمان ما نیست. حاکمان ما تنها یک اسباب گگمانیای دیگران میباشند. سروران اصلی سرزمین های ما حاکمان کشورهای غربی از قبیل امریکا و انگلیا، فرانسه و حتی روسیه هستند که تعدادی از سرزمین‌های مسلمانان را نظارت دارد. اگر یگان دولت بزرگ یگان کشور مسلمانان را زیر نظارت گیرد، پس با او وارد مبارزه سیاسی میشویم که آن از فاش کردن حتمی دشمنی این دولت علیه مسلمانان، سازش وی به مقابل ما و نقشه هایش عبارت است. همین طور ما کوشش میکنیم که لایحه های آنها را در سرزمین خود خواه با افشای به واسطه این دولت و خواه با فاش کردن اجنت های آن نابود سازیم. معنای مبارزه سیاسی همین است. زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم با قریشی ها مخالفت میکرد، زیرا قریشی ها قدرت اصلی مکه بودند. راهبران قریشی ها یگانه حاکمیت در شهر بودند. آنها لختک های دولت دیگر نبودند که به واسطه آنها مکه را اداره میکرد. از این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم با پیشوایان مکه، پیشوایان قبیله قریش مبارزه سیاسی میبرد. اما امروز حاکمان حقیقی ما راهبران دولت‌های غرب میباشند که زمین‌های ما را با واسطه گماشتگان لختک مانند محلی خود که در سر حاکمیت هستند نظارت میکنند. از این رو وظیفه ما از آن عبارت است که با همه آنها مبارزه بریم. فالكفاح السياسي هو ضد هؤلاء جميعا. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд و бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.